بچه چطوری؟ پیروز هستم. خوش اومدید به پارت 5 بازی اساسینز کرید بلک فلگ. لیتس گو. بدون معطلی بریم که داشته باشیم. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. واقعا بازی هایپ و خفنیه. من پشت پارت قبلی دارم اینو رکورد میکنم و اصلا خسته کننده نیست. Now I think it's time to lay low and bribe our way back into secrecy. Agreed. So, how do we get rid of this notoriety we've stirred up? Money, my boy. A well-placed bribe to the right government official will see the military off your tail. Right, let's do that. I'll need to meet these good Samaritans at some point. Smart thinking. Okay. برو بریم. پیستولمون هم تیر نداره باید بخریم. اوکی همین فقط چیزمون گفت که میتونیم ماموریت‌های قبل رو بری. اوکی بابا حله. عادی آموزش بود. برو ببینیم اینجا چیه. اینجا رو ما رفتیم توش پارت قبل. اونم والا بای آپگرید. اینو باید الان بخریم. آره دیگه همینه. بخر. کنونا رو قوی تر میکرد. اینم کنون قوی میکنه. اوکی حله. Okay. You're a wonder, Kenway. You've a knack for this kind of work. It ain't work if you love it. It's harsh. But I ain't doing this forever, lads. Only until I get enough coin to buy some land and influence back home. Jesus, will you دیگه listen من to این your کارو try? برای همیشه انجام نمیدم. من فقط نمیذارم یکم پول به دست بیارم و برگردم خونه. Ah, such lofty goals for you gents. And here I thought I was in the company of scoundrels. آره دیگه اگه اشتباه نکنم زنمونم قول دادیم گفت برگردیم. 2 سال نمیدونم اگه اشتباه نکنم. All smiles and no teeth. And there's a few talking about meeting with Master Kid to steal from a nearby plantation. Plantation? That's ambitious. Profitable too, if we can manage it. Aye. It's a good idea. اوکی این هم از مأموریت بعدیمون. برو بریم. They are locked. Do not leave them muzzled. Loose tops and royals. We're clear. برو بریم. سرعت زیاد کن که ما داریم میایم. ببینیم باید کجا بریم. اوه اوه دورم هست خیلی. اون کشتیه رو اونجا فوکیده اون سمت. دارن آواز میکنن. چقدر کشتیمون خوشگل شده. یارو تمش رو عوض کردیم. لای لا لا لای لای بخونید.
اوکی یه دونه افرادم گرفتیم. یه سری ها هستن وای 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 نخوری به صخره. یه سری ها وسط آبی و نجاتشون بدی جزو افرادت میشن. اوکی اوکی رسیدیم. یاهو! همینجاست دیگه انشاءالله اشتباه که نمیریم. سگ هرچی حیوان من تو این بازی دیدم فلان برو بریم بالا. چرا مپشو قشنگ. آها بازم بریم بالاتر. اینها حالا مپو بزرگ میکنیم. یه دقیقه وایسا. آره تو همین جزیره است کارمون. و اینکه اوه حیوانات هم نشون میده. ایگوانا فقط داره اینجا. کاش که تو اون مپه که بودیم میرفتیم سراغ چیز آجی. کروکودیلا رو اینجوری من نمیدونستم نشون میده. رفتیم پیدا میکردیم میکشتیم ببینیم چه شکلی هن. اوکی let's go. سلام برای دوستان عزیز. It's the bastard son of the late William Kidd. Still a mere boy and yet 10 times the demon his father was. دیگه اینجا نکن. این پسر فلانی اسمشو نفهمیدم. گفت خیلی عوضی تر و خیلی خشمگین تر از پدرش. No sir. I found this on a corpse. One that was walking about and talking shite to my face only ماهی moments کباب before. میکنه. Huh. So, what's this I hear about a planned raid on a plantation? Not keeping secrets from me, are you? Not very well. Every day, schooners packed with sugar sail past, coming from plantations nearby. Most times they stop here, sell off a few crates. There's one man visiting today that'd earn you a fine profit. چی So if شد؟ you'd like to اسمش rob چی his بود؟ plantation, خدایا I'll من اون point یارو him رو out. دوست داشتم. آقای بونت. آره شکر میفروخت اگه اشتباه نکنم. Is it a Mr. Beckford that owns this plantation? That's the man. He owns dozens اوکی و around بریم these که islands. دنبالش که And بریم. he's bloody rich. Just the sort I like to see robbed. اینجا منمی حسابی. His agent is around here somewhere. Find and follow him, and he'll lead you straight to your prize. وی کی رو باید دنبال کنیم؟ من نفهمیدم آبجی. اونه ببخشید. It gladdens me to hear your sayings. But despite the waywardness of your enterprise here, I understand. حالا که فعلا that you جایی are نرفته men of یارو دیگه. تا discernment. راه بیفته و دنبالش کنیم دیگه. آها با صدا مرغایی که ببین داداش اگه برگردی پشتتو نگاه کنی ما به چخ رفتیم. همینجا تفنگو در بیارم بکنم تو حلقش. داداش چرا مشکلی چیزی داری؟ وای میسی راه تا برو دیگه. ایول تو آتیش رفتیم هیچی نشد.
نه داداش، نه من تعقیبت نمی کنم. من خوبم، من مشکلی ندارم. برو دیگه، راحت برو دیگه. تا نزدم یه دونه تفنگ تو ملاجه. اینا کن احمق و دوباره برگشت. یعنی برو چلقوز خان برو. یه تیر بزنم همینجا تو سرت. همین وسط. For me, we've done with this place. Aye, sir. What's our course? We'll return to the plantation and there take stock of our inventory. It was a good harvest this year. You might not talk so loud, sir. This isn't anything like a friendly port, Ken. Nonsense, man. I had a delightful چقدر conversation. انمیاجی. Just now, we came to quite an understanding. As you say, sir. All up and unfurl, boys. We're going home. Let's have a word. You there. Stop. You there. Stop. نه چی یو در استاپ. من غلط کردم بابا. برو بریم. این زمانه چیه داره میره؟ ای بودو داداش Good day, Captain. برو بگی. Captain, welcome و بریم دنبالش. back. Captain, you have the look of a man crafting a bold idea. انگلستانی نه. Look I've seen before. بریم دنبالش. Mark well at it. I've just سرعتو overheard زیاد one of کن. Bedford's men talking grandly about his plantation and all the cargo he's keeping, and it gave me the idea that I might take these goods of him and sell them off for حاجی. a better price than he'd ever ask. اینو نگاه. Ah, a man of اصلا vision. لولش به لولمون نمیخوره ولی کشتی رو ببین. یا خدا. یعنی میشه ما انقدر کشتیمون رو بزرگ کنیم؟ You're not supposed to be a ship. Okay. Our force patrols که- these waters closely, Captain. Hold on. الان شما به این منطقه دارید میرسید که یه سری، یعنی هیچ قایقی نباید توش حرکت کنه و بپایید که قایقا دیگه شما رو نبینن. اوکی داداش، غمت نباشه. Race for impact. Race. بشین پاشو، بشین پاشو. این سیاه پوسته رو من باید بگیرمش به کار آجی. مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم. داشت این قایقا داره دنبال ما میاد همینجوری. Coming, Captain. Qatar. Royal Navy. They're all alone, sir. بپیچ جان مادرت بپیچ. نریم تو این صخره. تا کجا باید بریم دنبال تو خدا داند. حاجی اینجا یه موشک بزنیم، یه موشک یه دونه از این توپا در کنی همشو میریزن سره. اون چقدر This man's چی working پس to تو beat the این Beckfords یارو people. چیز Do you know them? کلی کشتی اینجاست تو این مینی مپه. Aye. The Beckfords and the Draxes. I never worked their plantations, but I knew their names from hearing other men curse them. But you worked چی the کاش که plantation, میشد no? به جای این Modest مثلا one, لباس As a striker in Napoleon. اساسینیه Boiling house. یه لباس دزدریایی Something else. خفن بپوشین. وای این که ما رو Hard دید. process making sugar. Dangerous. Must be why it fetches such a dear price. What's it like? Toiling on a plantation day and night. Well, with مثلا the days لباس of cotton چیز harvest, یه لباس دوست این یارو جک اسپارو crush the juice from the بپوشیم آجی خیلی After خوشگل collecting میشه. the juice, it was time to boil away the waters from وای the sugar. وای This کشتی really اصلا. did attach is made of copper. Let me tell you, brother, boiling ما sugar چیه is میگه the میتونی hottest thing on بزنیش؟ earth. Just a touch on the skin, will stick like wood line and burn on. میتونم بزنم. ای It was وای at this وای. moment that he knew. He fucked up. Juice from the plant. After collecting the juice, it was time to boil وای away. وای. This really did attach is made of copper. Let me tell you, فاک brother, boiling sugar رفته. is near the hottest thing on earth. Just a touch on the skin, will stick like wood line and burn on, leaving a terrible scar. Jesus. The wind is picking up nasty. ای Must
must be why it fetches such a dear price. What's it like, toiling on a plantation day and night? Well, with the cane sugar cut and harvested, it's run between two metal وای rollers. وای چه بادی Trust the میاد. juice from the plant. After collecting the juice, it's time to boil away the waters from the sugar. This we did in Thatcher's milk color. Let me tell you, brother, boiling sugar is near the hottest thing on earth. Just a touch on the skin, can stick like wood line and burn on, leaving a terrible scar. Jesus. Stand up! Let's get moving! آها بعد هی فاصلمون رو کم و زیاد میکردیم باش. It's a risk اوکی. to might get too close. The soldiers roving the plantation will catch us for sure. Drop Oi, here, oi, oi. sneak ashore, and look after the jackdaw. اوکی رسیدیم. ای Captain overboard! آها او اینجا میمون هست. وای باید تو 38 ثانیه دیگه اونجا باشی؟ ای وای بودو What's Boy. happened here? Why such disarray? داشتم حاجی میرفتم تو یه دقیقه وایسا. اوه و مپشو باز کنیم اول. Sure, that's all. It's Wilmington's birthday. And you saw fit to get pickled on duty. No bother, sir. We've everything sorted. We'll soon see, won't we? For you must double the watch this evening. Double, sir? Whatever for? I believe I was followed by pirates. اوکی میگه که in باید eyes on me, though the ship was uncommonly large. امنیت و کلا سربازا رو اینا رو Certainly wasn't slavers دو برابر on کنیم. a ship that size. In any ای Don't یا watch. برو وات And keep ده your داره ببین damn تو مزرعه eyes داره wide کار for میکنه. anything این درسته. آفرین 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 به دیتیل بازی. ای وای ای وای ای وای. You up there! Look alive, man! You've a job to do! Apologies, sir. I'll keep my eyes peeled. میگه هی تو اون بالا برای چه همینجوری خشکت زده وایستادی من نگاه میکنی. تو یه کار داری که با اونجا انجام بدی. یعنی باید حواست بیشتر God's جمع sake, باشه. what the hell is going on here today? How do you suppose you'll be able to ring that alarm if you're piss drunk and barely able to stand? اوه 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 اوه. Oh, hey bro, what's up, dude? کار کنید که کار کردن خوبه. ایو برو دارن تو مزرعه کار میکنن. میگه که تو چه وضعیه که وقتی که یه اتفاقی افتاد بعد این زنگو به صدا در بیاری تو مست کردی حالت خوب نی. ای بای این چیه؟ ای یو خانوم ای یو میست بر حتی تو دیگه سی بر نیستی که همه اینجا رعایت شده این حالت. وای 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 وای. I'd like to speak to the man in charge here. I require Shut entrance to the up. warehouse. I got you, homie. Dogs has the key to the آها warehouse, huh? انگل. The key, goddammit! Someone find me the key! Locate the target. Is there no one sober here? Fetch me the warehouse key, if you please. Stop there, you! بیا 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 بیا. You can gab later. ای احمق. اصلا من Look at the soldier. کی؟ خب میگه که look at the soldier who have... یکی اینجا کلید داره. کاشکی یه سنگی چیزی داشتم پرت میکردم. وایسا میدونم چیکار کنم.
ببین ما اینو میکشیم. این آمد تو انگل. حالا کی کلید داره والا من نمیدونم. It's all got to be moved, lad. او اونه اون کلید داره. اونا وای حاجی چه سخته اینام این بالای دارن. Did you ever find out who all Not this a word, powder's for? other than rumors. وای 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 وای. We've lost the bastard! بیا بیا بیا. آوری کلا آوری بیا تو بیا تو. نه ای وای ای وای غلط کردم وای اشتباه کردم. Can't even record day. He's not about. این دوتا که الان من چی کارتون کنم. برید دیگه. Bye, bitch! صبح شد آجی. یکی تو بیاد. ای جفتشون حالا اومدن. Get back here! We've lost the filthy prat. وای وای وای. سلام. Intruder! نه 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 نه. هیچیه منو تو لو نمیدی. وای 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 وای. Interloper! Raise the alarm! وای. I've got a good line on him! آخه من چه کارم؟ Fish in a barrel, mate! اوکی اوکی وای. اینم از این. چرا واسه ما باک خوردین وسط. ماموریت بعدی کجاست؟ Let's go! ای وای. You come back! I've got a shot! I've got a good line on him! Clear shot! وای 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 نه 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 نه. ای میمون. آی فلش بنگ چرا ما رو کرد؟ Clear shot! ای ای. وای وای وای. بیا اینجا. آها. اینم از تو. بیا برو. آها. چه میمون پیدا کردم. ای فرار کرد.
جدی فرار کرد. ای بخود نه اونها شناش. وایسا. آها بنده خدا رو چقدر بد زدیم آجی. ای میمون، من بهت نیاز دارم میمون جان. یکی دیگه هم اینجا بود نه؟ اونهاش. خوبه بنده خدا. آخه بمیر. بده من، هرچی دارید بدید من. فقط من والا سوالم اینه که وایست ما بریم اینجا یه مپمونو، این مپ رو باید بزرگش کرد. اوکی نم از این مپ زیبای ما. ای خب این مپ چرا هرچی بذار یه دونه دیگه از این میمونا با بکشیم داداش. the fuck ای میمون سلام میمونی. اوکی داداش من راستیاتش جایی که باید بریم و نمیدونم آها کش بالا خودم. آها داداش به حضرت عباس اگه من بدونم باید کجا برم. Stop now. نه 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 نه. You won't lose us, they're already dead. Headshot. تموم شد. I think I can hit him. Clear shot on him. What the fuck? Ha! You won't take us that way. امیر بینیم بابا. داداش تو رو قرآن میشه ما بگیم ما باید بریم کجا؟ مشخصم نی باید بریم کجا من نمیدونم. آها دیدی؟ من میگم باید بریم یه جا دیگه. یه ساعت آنان let's do this.
لا 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 لا. یارو آهنگش اینجوری داداش چیه تو داداش؟ برو بریم. روف کشتی لاک پشت. آدی نکنه این لاک پشت دارم میشه کشت. او نه اینجا گوزن داره پسر. من یه چکی بکنم که اوه اونجا بعد ما تازه بریم مپمونو نمیدونم بکشم یا نه. بذار بار آخه ای بابا نه نمیشه. من الان یکی از لاک پشتای نینجا رو کشتم. ببخشید داداشت مرد. Your brother's dead bro. یه دونه چیز بایست یه دونه از اینا. داداش داری کجا رو میگردی؟ پشت آسیاب بادیش. من چه میدونم آسیاب بادی کجاش برم گنج توش ازش پیدا کنم. Here's to our pirate republic, lads. We're prosperous, free, and out the reach of kings, clergy, and debt collectors. Near 500 men now pledge their allegiance to the Brethren of the Coast in Nassau. Not a bad number. Truth. Yet we lack sturdy defenses. If the king were to attack the town, he'd trample us. Then let us find the observatory. If it does what these Templars claim, we'll be unbeatable. Not that twaddle again, can we? It's a story for schoolboys. I mean, proper defenses. Steal a galleon, shift all the guns to one side. Okay, right, okay. Make a nice ornament for one of our harbors. It will not be easy to steal a full Spanish galleon. Have you one in mind? I do, sir. And I'll show you. She's a fussock, she is. Fat and slow. یه کلا میخوام مثل این یارو دو زریاییه بذارم. کاستوم ببین. یه کاستوم بزنم کاستوم جک اسپارو. اوکی آقا. تا همینجا کافیه. بقیهش برای پارت بعد. مرسی که تماشا کردید. فعلا